مسجد با شکل غیر معمولی در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر آستانه. فرق این مسجد از دیگر عبادتخانه‌ها تنها نمود ظاهریش نیست. به گفته امام آن، این مسجد از جهت مالی خودکفا است. این تکنولوژی برق. مثال از نوری آفتاب ما برق استفاده می‌بریم به ما و باتری‌های برقی که همانایی که در کوچه در بیرون ماندگی هستیم. ما به واسطه این برقی خود ما مسجد تمام استفاده برقش همه تامین میکنیم. احتیاج خود ما رو تامین میکنیم. بعد موقع همون کار همون برق زیادی از ما را با کارخانه آبی شهر اداره برق همچون با شرطنامه میتیم برای استفاده خلق. برق مسجد به واسطه نور آفتاب در این دستگاه‌ها تولید می شود. این نظام سال 2018 از طرف شرکت افسریگی ویسنسر با خرج 273,000 یورو ساخته شده است. مبلغ صرف شده از حساب فروش برق زیادتی باید دوام 7.5 سال رویانده شود. رهبر شرکت ویسنسر به رسانه‌ها گفته بود این اولین مسجد در جهان است که خودش را مستقلانه با برق تامین می‌کند. یحیی خواجه اسماعیلوی تاجک تبار 35 سال است که در منطقه‌های گوناگون قزاقستان امام خطیب بوده است. میگوید نباید مسجدها دستنگری خیر و صدقه مردم باشند. برای برآوردن خراجات مسجدهای زیرتابه‌اش این روحانی از اصولهای گوناگون کار گرفته است. در شهر پتروپال ولایت شمال قزاقستان مسجد نو بنیاد کردیم. خیلی مسجد بزرگ کردن ولی وقتی جایی که مسلمان ها کم بدن شمالی قزاقستان روس ها بسیار یک علاج کرده مسجد همه شرایط هاشون مهیا کردن بود. برای همین حتما ما در همون مسجد یک آشخانه کلان زیاده تا 200 آدم که جا میگرفت شدیم و در این آشخانه هر روزه یا که روزهای شنبه یک شنبه همه وقت آدم ها آمده در اونجا تعزیه ها را مثال میدادن سال و چل و خدایا و مراسم ها یا که یکان توی حلال هم خیلی در مسجد داده از روی همون مبلغ درآمد مسجد تشکیل میشد. از این روحانی پرسیدم که درآمد مسجد چگونه حساب می شود و تا کجا شفافیت تامین است. میگوید مسجد محاسبات دارد و دخل و خرج را 10 عضو هیئت مؤسسان نظارت میکنند. در تاریخ دین اسلام مسجدها قبلا صاحب دارایی‌های بودند که وقف نامیده میشد. اما حالا مسجدها در تاجیکستان و بسیار کشورها بجز از بنا تقریبا چیزی ندارند. به استثنای معاش امام‌ها، خراجات دیگر این عبادتخانه‌ها از حساب صدقه مردم است. عادتی که برخی روحانیان می‌خواهند از بین برده شود و مسجدها از نگاه مالی محتاج و دستنگری مردم نباشند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، رادیوی آزادی.